خدایا ممنونم برای این روز زیبایی که به من دادی. تو در زندگیم به شکل‌های زیادی من رو برکت دادی و من از صمیم قلب قدردانم. ممنونم برای خانواده‌ام، غذایی که دارم، سقفی که بالای سرمه و یک روز دیگه برای کار کردن و از همه مهمتر یک روز دیگه برای بودن کنار عزیزانم. میدونم نقشه‌های تو خیلی بزرگتر از درک من هستن. پس ازت میخوام من رو هدایت کنی و من ایمانم رو قوی تر کنم. خدایا ایمانم، خانواده‌ام، کارم، رویاها و آینده‌ام رو به لسانت می سپارم. کاملا بهت اعتماد دارم. لطفاً مسیر زندگیم رو رهبری کنی. خدایا دوستت دارم و میخوام با احترام گذاشتم به تو این دعا رو با دوستانم هم به اشتراک بذارم. اگر تو هم خدا رو دوست داری و از اون خجالت نمیکشی، بنویس آمین و ببین خدا چطور در زندگیت معجزه میکنه.